روز چهارشنبه بر اثر موشکباران فرودگاه بین‌المللی کابل کمش 5 کس جراحت برداشتند. حمله زمان صورت گرفت که وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا جیم ماتیس و دبیر کل پیمان ناتو ینس استولتنبرگ از پایتخت افغانستان زیارت داشتند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان اطلاع داد که در جریان حمله موشکی کمش 5 فرد آسایشته زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را هم طالبان و هم گروه دهشت افغان دولت اسلامی به دوش گرفتند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی میگوید که بدون اشتراک فعال کشورهای منطقه پابرجا نمودن صلح فراگیر در این گوشه عالم آسان نخواهد بود. توپ در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت طلایی است استفاده مثبت میکنه. در نشست مشترک با رهبران افغان دبیر کل پیمان ناتو و وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا تاکید کردند که از افغانستان پشتیبانی نموده امکان نخواهند داد که این کشور بار دیگر به پناهگاه تروریستان بین المللی تبدیل یابد.